و برادرایی که در اروپا زندگی میکنن با وجود عالم دوری احساس معنویت و احساس اسلامی دارن که از طریق وسیله خدمات اجتماعی حزب اسلامی و مناطق‌های دور افتاده افغانستان نه بدخشان بلکه در چندین ولایت بیچاره خواهرای ما همکاری کردند. ما از اونها زیاد تشکری میکنیم که از احساس پاکشان و ایمان دوستیشان و احساس بشردوستیشان ضمناً دوستایی که صدای ما را اونها هم میشنوند از همه خواهرمان عبرت بگیرند تا دست برادران مظلوم افغانستان را یاری بکنند، کمک بکنند که برای از فقر نجات پیدا بکنند. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین.